محفل نامزدی عجیب و غیر قابل باور زهرا الهام در کشور استرالیا با جمال مبارز. زهرا الهام بالاخره به عشقش رسید. گفتنی‌های تازه زهرا الهام برای دوستداران و طرفدارانش افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی جنجالی زهرا الهام کاملا به دور از تصور. زهرا الهام در کجاست و چرا دیگر به کارهای موسیقیش نمی‌پردازد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی رسال تک تک شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید و برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. زهرا الهام دختر خانم جوان شیره‌ای شناخته شده مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زهرا الهام عاشقانه هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان پیش میبرد. وی آغاز کارهای هنر موسیقیش را از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی رشد خوبی داشته باشد. زهرا الهام با جمال مبارز دوست و همکار هنریش در کشور استرالیا نامزد شده است. این خبرها در میان صفحات مجازی افغانستان رد و بدل می شود، ولی تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چی حقیقت داشته است. ولی زهرا الهام بزرگ شده کشور پاکستان بوده است و بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور استرالیا بست. بعد از رفتنش به کشور استرالیا کاملا راه هنر موسیقیش را ترک کرد و از هنر موسیقی افغانستان به دور شد. زهرا الهام در کشور استرالیا لباس‌های به دور از فرهنگ افغانی بر تن می‌کند که بارها موجب انتقاد شدید علاقه‌مندان و دوستدارانش قرار گرفته است. ولی هر انسان خودش می‌داند و زندگیش من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای زهرا الهام با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زهرا الهام به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.